سلام و درود به کل هموطنان، دوستان، برادران و خواهران عزیز. همه شما رو به شبکه خود خوش آمدید میگویم. شاعر میفرماید: کردم از عقل سؤالی که بگو ایمان چیست. عقل در گوش دلم گفت که ایمان ادب است. یک دو سه روز که در این خانه تنگ مهمانی، با ادب باش که خاصیت مهمان ادب است. هموطنان گرامی، چگونه که میبینید تاجیکستانی ما، پایتخت عزیز ما، شهر دوشنبه روز به روز پیشرفت کرده ایستاده است و من طرفدار آن هستم که همین هموطنان گرامی ما، برادران و خواهرکای ما، مثل همین پیشروی دوشنبه، فکرانیشان، عقلرانیشان و طرز استفاده برای همین شبکه‌های اینترنتی، اینستاگرام، یوتیوب، فیسبوک، دیگر چیزان پیشرفت کند. مثلا یک کمبودی که من به شما میگم، این علاقه شاید به نظر بعضی ها عادی توانه که این ضررش